اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله و علی آله و اصحابه و من والاه. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. خداوند تبارک و تعالی رو بسیار سپاسگزاریم و تشکر میکنیم خاطر همه نعمت‌های خوبش. همه نعمت‌های خداوند خوب هست. همه نعمت‌های خداوند مفید هست. همه نعمت‌های خداوند سلامت و سعادت و برکت و رشد و توان آفرین هست. همه نعمت‌های خداوند برای ما و شما بندگان خدا هست. اگر خداوند نعمتی را آفریدن، این را بدانید که برای ما و شما بندگانش هست. و اگر خداوند انتظار شکر نعمت‌ها را از ما دارد، این را بدانید که شکر نعمت و نتیجه شکر نعمت باز هم برای ما و شما بندگانش هست. اگر شکر نعمت‌های خدا را به جا آوردیم، برکت و مزید نعمت حاصل می شود. برکت نعمت برای کیه؟ مزید نعمت برای کیه؟ هم نعمت برای ما و شماست، هم برکت نعمت، هم مزید نعمت، هم بقا و دوام نعمت، همش برای ما و شماست. پس سعی میکنیم بنده شکرگزار و قدرشناسی باشیم. برنامه‌های زندگیمون را با رضای خدا تنظیم بکنیم. هوا و هوس، نفس اماره، شیطان، تمایلات غیر مشروع قلبمون و فکرمون، تفکرات نادرستمون، نیت‌های بدی که توسط دشمنان و شیاطین به ما تزریق می شود، اینها رو همه از فیلتر ایمان بگذرانیم و تبدیل به نیت‌های خیر بکنیم. گردن قرآن را خرد نکنیم، تابع نفس و هوا و هوس خودمون بکنیم. گردن هوا و هوس خرد بکنیم، تابع کتاب خدا و دین خدا و فرمایشات خدا و رسول خدا صلی الله علیه وسلم بکنیم. سعادت تو اینه: ترکتکم علی المحجة البیضاء لیلها کنهارها لا یزیغ عنها الا هالک. شما را بر راهی روشن، درخشان، نورانی، راهی که شب تاریکش مثل روز روشن است. راه دین یعنی این. راه خدا یعنی روشنایی محض. شبش مثل روزش می درخشد. لیلها کنهارها لا یزیغ عنها الا هالک. هیچ کسی از این راه فاصله نمیگیرد مگر اون که محکوم به فنا و هلاک و نابودی است. و واقعا هم اینطور است. هر کسی از راه خدا فاصله گرفت، هر کسی به دین خدا پشت کرد، هر کسی شکر نعمتهای خدا را به جا نیاورد، هر کسی نعمتهای خدا را پایمال کرد، کفران نعمت کرد، ناسپاسی کرد، پایمال خواهد شد. تاریخ خودش رو تکرار می کند. در تاریخ انسانهای خوب و بد در طول تاریخ تکرار می شوند. فکر نکنید که به ما گفتن نمرودی در گذشته بوده، فرعونی در گذشته بوده، ابو لهب و ابو جهل و ام جمیلی در گذشته بوده، قوم عاد و ثمودی در گذشته بوده. امروز هم همونها تکرار می شوند با همون اعمال و رفتار. در زمان خودمون هم نمرودهایی رو می بینیم، فرعونهایی رو می بینیم که از اونها کمتر نیستن. اگر اونها ادعای خداوندی و
اسارت و بردگی بندگان خدا رو کردن و ادعای ربوبیت کردن. امروزم در عصر ما فرعون‌های وجود دارن که بندگان خدا را بندگان خودشون میدونن و از همه امکاناتی که خداوند آفریده و در اختیارشان هست و از همه نعمتها برای ذلیل کردن بندگان خدا دارن استفاده میکنن. اما آیا اینها عاقبت به خیر میشوند؟ اما آیا اینها خاتمه به خیر میشوند؟ اگر تاریخ خودشو با نمرودها و فرعونها و بخت و نصرها و ابو جهلها و بولهبها خودشو تکرار میکنه، اینم بدانید که تاریخ خودشو با ابراهیمها و نوحها و صالحها و عیسیها و محمدها تکرار میکنه علیهم السلام. با همه این انسانهای خوب دوباره تاریخ تکرار میشود. درست نبوت خاتمه پیدا کرده است، ولی پیروان انبیا تکرار میشوند، راه انبیا تکرار میشود. تا حق هست باطل هست، تا باطل هست مبارزه هست. تا یک روز از عمر دنیا مانده حق هست باطل هم هست، تاریکی هست روشنایی هم هست، طلوع هست غروب هم هست، دشمن هست دوست هم هست. تا حق هست باطل هست، تا باطل هست مبارزه هست. در هیچ زمانی و مکانی نباید زمان و مکان از انسانهای خداجوی، خداپسند، خداپرست، مخلص و ربانی نباید زمین و زمان خالی بشود. همه شما می توانید محمد گونه باشید، نمی توانیم محمد باشیم چون محمد یکیست. تکرار محمد به عنوان نبی محاله، ولی تکرار برنامه های محمد صلی الله علیه وسلم توسط بندگانی محمد گونه ممکن است. ما که نمی توانیم نبی باشیم ولی می توانیم پیروان نبی باشیم. ابوبکرم نبی نبود اما مثل نبی بود، چون راه رفتن نبی را صلی الله علیه وسلم تقلید میکرد، تکرار میکرد. عمر نبی نبود اما مثل نبی بود، چون راه رفتن مثل او راه میرفت. عثمان هم همچنین، علی هم همچنین و دیگر صحابه رسول الله صلی الله علیه وسلم و علمای مخلص در طول زمان تا این دین با ارزش امروزه بدون کم و کاست به ما رسیده است. امشب هم یکی از همون برنامه‌های زیباست که هم خدا میپسندد، هم رسول خدا میپسندند صلی الله علیه وسلم، هم صحابه و یاران میپسندیدند. امشب هم مجلس خیری است، مجلس عفافی است، مجلس طهارت، مجلس دوستی است به خاطر خدا، مجلس شکر به درگاه خدا. ای خدا، نعمت ازدواج یک نعمت ارزشمند است برای حفظ طهارت. نیاییم با مراسم عیاشی و شرابخوری و چشچرانی و اسراف و پلیدی و خواننده های مست و سکران این نعمت عفت و طهارت رو در شب بسیار حساس تکوین نطفه ها آلوده بکنیم و خدای ناکرده با نعمت ازدواج از اون طرف مراسمی غیر از مراسم طهارت به درگاه خدا اعلام جنگ بکنیم و شرمنده و روسیاه دنیا و آخرت بشویم. بسیار مجلس زیبایی است، از بزرگ و کوچک، خواهر و برادر، این نونهالان عزیز همه نشستن با ادب، حسن استماع و سکوت، نه برای کلام من، نه برای دیدار چهره من. از من خیلی زیباتر هستند، از من خیلی جذابتر هستند، اما اون کلام خداست که جذابه. از من خیلی خوش سخنتر هستند، اما زیبایی و جمال فقط برای خدا و بندگان خدا و کلام خداست. لیس منا من لم یتغن بالقرآن
از ما نیست کسی که با کلام خدا خوش آوازی نکند. قدر این جلسات رو بدونیم، قدر این نعمتها رو بدونیم تا خدا از ما راضی بشود و برکاتش را سرازیر ما و فرزندان ما بکند. دوست نداریم فرزندان خوبی بعد از خودمون داشته باشیم، دوست نداریم که یادگاران خوبی داشته باشیم، دوست نداریم که با آبرو و عزت دوباره نام ما بعد از مردن ما بلند بشود. نام نیکو گر بماند ز آدمی، به که از او ماند سرای زرنگار. تن آدمی شریف است به جان آدمیت، نه همین لباس زیباست نشان آدمیت. آفرین جان آفرین پاک را، آن که جان بخشید مشتی خاک را. یه خاکی بی ارزش بودیم، با روحی که در ما دمید، با هدایتی که نصیب ما کرد، با ایمانی که تو دلهای ما گذاشت، با عشق و علاقه‌ای که به خودش و به پیامبرش صلی الله علیه وسلم و به کتابش و دینش و بندگان مؤمنش در دلهای ما قرار داد. چه بهایی به ما داد، چه قیمتی به ما داد، چه ارزشی به ما داد. قدر این نعمتها را بدانیم. جا داره که از صبر و حوصله همه شما تشکر بکنم. گرچه ما دیر رسیدیم، اما دیدار عاشق و معشوق، در حقیقت ما و شما یک عشق داریم و اونم عشق به خدا و از دیدار همدیگر هم سیر نمیشویم. بالاخره این عشقی که به همدیگه به خاطر خدا داریم، تحمل کردید، نشستید، ما هم به دیدار شما خرسند و خوشحال شدیم، روحیه گرفتیم، نیرو گرفتیم و از این بابت هم که بالاخره خداوند توفیقی رو حاصل کرد. امشب شرمنده این عزیزی که داماد این جلسه است که چند ماه پیش با من هماهنگی کردن و علاقه داشتن که مراسمشون اینطوری برگزار بشه، به ما هم احترام قائل شدن، دعوت کردن، شرمنده ایشان نباشیم و شرمنده این جمعی که تشریف آوردن نباشیم. از خداوند تشکر میکنم که اسباب این دیدار رو میسر نمودن به فضل و برکت خودش، وگرنه واقعا سخته که انسان بتونه بالاخره به چنین جلساتی راه پیدا بکنه. هذا من فضل ربی. و همچنین تبریک و تهنیت عرض می کنم به مناسبت این پیوند بسیار ارزشمند و مبارک، پیوند ازدواج بین این دو جوان عزیزمون، برادر عزیزمون و نور چشممون ابراهیم آرمند و همچنین همسر محترمه ایشون سرکار خانم احمدزاده، بین این دو خانواده، دو طایفه و همه اهل این روستا و همه دوستداران این دو خانواده که تشریف آوردن، به همه تبریک و تهنیت عرض می کنم. امیدوارم که همیشه خوشی و خوشحالی با طاعت خدا در زندگی شما رونق خاصی داشته باشد و تنها خوشحالی شما در طول زندگی با پیاده کردن و اجرا کردن برنامه‌های خدا و رسول خدا باشد. امشب خوشحالیم که یک چنین جلسه خدایی رو داریم با کمک همدیگه پیاده میکنیم و الحمدلله این منطقه که ما خاطرات خوبی ازش داریم. از همون بندر که عد کردیم با دوستان میگفتیم اینجا در فلان تاریخ یکی دو بار رفتیم، حالا مراسم عروسی بوده، نماز جمعه بوده، دیدار دوستانه بوده، تا رسیدیم به اینجا. از انوه هم رد شدیم رسیدیم به اینجا. بالاخره اینا همه خاطرات خوب انسانهای مؤمن هست که و خداجو که واقعا دوست داره که صفحات عمرش همه خاطرات خوب داشته باشه و خاطرات لغزش و خطا و شرمندگی نداشته باشه. تو دفتر اعمالتون خدای نکرده لغزش و شرمندگی که خاطرات بد رخ نده و همیشه سربلند و سرفراز باشید. مناسبت برای صحبت خیلی زیاده، فاصله ما تا رمضان خیلی کمه، یعنی کمتر از 6 ماه، چیز دیگه به رمضان نمانده و تابستان هم فصل خوبی است برای کار کردن، برای رشد،
یکی از فصلهایی است که بازار آخرت و بازار دین گرمه، به گرمی هوای استان خودمون. همینطورم در تابستان بازار دین و دینداری و تعلیم و تعلم دین برای قشر دانش آموز و حتی بزرگسال خواهر و برادر واقعا گرمه. همینطوری که ماه مبارک رمضان موسمی است ارزشمند، بازاری است که برپا کرده خداوند برای رشد، برای مزید طاعت و بندگی خدا، برای توشه گرفتن. تابستون هم یک موسم خیری است. همه ما انتظار میکشیم کی رمضان برسه، کی 10 شب آخر برسه، آخر رمضان برسه، کی شبهای وتر شبهای آخر رمضان برسه، کی شب 27 و 29 برسه، کی شب عید برسه. چون خداوند گفته که پیامبر گفته صلی الله علیه و سلم غیر از شب قدر یک شبی دوباره در رمضان هست که اون شب باید احیا بکنید تا صبح نخوابید و اون شب آخر رمضان، شب پاداشه. اجیر وقتی کارش تمام شد در آخر کارش پاداشش میدن. پس یکی از برکات خداوند و هدایای خداوند شب قدر و یکی شب آخر رمضان و شب عیده و یکی روز عیده، روز خوشحالیه. همه اینها مناسبت های خوبه و بزرگان 6 ماه قبل از رمضان خودشون رو آماده میکردن. حالا ما میگیم اول نوروز که میشه ما خونه تکانی میکنیم که مهمان نوروزی میخواد بیاد، ولی مسلمانات 6 ماه قبل از رمضان دل تکانی میکردن، میتکندن هر چی دلشون بود، توبه میکردن که تو این 6 ماه با نفسی تزکیه شده و پاک شده و ایمانی کامل و عشق و علاقی به اوج رسیده از خودشون نیتهای خوب، نفس پاک، تفکر پاک، عشق و علاقه پاک به این مهمان خدا به خدا نشون بدن که وقتی رمضان میاد از رمضان بهره کافی ببرن. تابستون هم همینطوره. تابستون هم اونهایی که تو کلاس های قرآن اونهایی که عالمن و طلبه هستن و قرآن خوندن بلدن و روانشونه و علمی دارن منتظرن که مدارس دولتی تعطیل بشه، فصل تابستان بیاد و هر کسی 10 تا 15 تا 20 تا شاگرد تحویل بگیره، اونو آموزش بده، اونو تربیت بکنه. من یه آمار الان به شما میدم واقعا شنیدنیه و خوشحال کننده است که تو این تابستان چقدر بندگان خدا مشغولن. من جمعه گذشته از عوض می آمدم نماز جمعه، بالاخره ماندگار شدم تو بستک، البته سخنرانی نداشتم ولی دیدار دوستان مواجه شدم با، از کنار مسجد جامع رد می شدیم به طرف مدرسه دینی، مجتمع دینی، دیدیم که خیلی شلوغه در مسجد جامع. ذهنم رفت رو، گفتم حتما جلسه رسمی دولتی کسی از بندر عباس آمد تو مسجد جمعه. دیگه سوال نکردم تا رسیدیم به مدرسه دینی، مجتمع دینی، دیدیم که اونجا ماشین پارکه. یه مهد قرآن و سالن ورزشی هست جلو مسجد جامع از جهت قبلش، اگه اشتباه نکنم اونجا هم خیلی ماشین پارکه. تو مجتمع دینی که رفتیم سوال کردیم این ماشینا برای چی آمدن، این مردم چی هن؟ گفتن آزمون سراسری داره برگزار میشه، آزمون سراسری ورودی دانشگاه. خیلی برام جالب بود. تعدادشون تو سالن مجتمع دینی بودن، تعدادشون تو مسجد جامع بستک بودن، تعدادشون هم تو اون مجتمعی که دوباره خیر درست کرده پدرمون محمد عبدالکریم زرعونی، اون جلو به مسجد یک مجتمع دوباره درست کرده، مجتمع قرآنی با سالن ورزشی. از شیخ سوال کردم تعداد این شرکت کنندگان چند نفرن؟ گفت 2500 نفر. آدم خوشحال نمیشه؟ شاید فرزند منم نباشه ولی فرزند تو هم فرزند منه. گفت 2500 نفر برای وارد شدن به دانشگاه شرکت کردن. حالا کجا دارن امتحان میدن؟ رو فرش مسجد جامعه در روز جمعه. قطعا هر 2500 نفرشون نمازخوان بودن. چون منطقه بستک یک منطقه مؤمن و متدینن، مردمش مؤمنن و متدینن و علاقه دارن به علم علما و علاقه دارن به دین و دین براشون مهمه و تحصیلات دنیا هم براشون مهمه. خیلی برام جالب بود. یعنی
وقتی شیخ گفت تو این 3 روز 2500 تا دختر و پسر جوانمان، اونم تو مجتمع دینی، تو مسجد جامع، تو مجتمع قرآنی، برای شرکت در آزمون سراسری دارن شرکت میکنن. حالا تصور بکنید وقتی ما وارد شدیم قبل از نماز بود، از سالن در آمده بودن همه چه اثر امتحان 3 ساعت 4 ساعت، چه جوانای خوشبخت خورد، همه سلام، همه به هم اشاره میکردن. 2500 نفر اینا در آینده مهندس میشن، دکتر میشن، مدیر میشن، مسئول میشن، متخصص میشن. از اون طرف هم مؤمن و متدینن. سال 2000 نفر، 2500 نفر. این فقط تو شهرستان بستک بوده. حالا برو گاوبندی هم کمتر از بستک نیست، برو لنگی هم دوباره همون. جاسکی که شرق استان هرمزگان با غرب استان، طبق تجربه‌ای که من دارم و دوستانی که اونجا رفت آمد داریم، میگن جاسک با بستک 50 سال تفاوت فرهنگی داره، یعنی 50 سال عقبن. 50 سال شوخی نیستا. سال گذشته 158 تا دانشجو دادن، کم کم دارن الگو برداری میکنن. همین سال گذشته 40 تا از بچه های با استعداد جاسک در تابستان گذشته آمدن 40 روز تو بستک موندن که تست دانشگاهی با اونها کار بشه و دانش آموزای شهرستان بستک رو ببینن، باشون تعامل داشته باشن تا رشد بکنن. سیریکی که مشکل داشت 6 سال پیش 8 تا دانشجو داشت، سال گذشته 300 تا دانشجو داده. همه دارن الگو برداری میکنن. چقدر آدم خوشحال میشه بچه های مؤمن خودش رو ببینه که دنبال علم، دانش، تحصیل. من یه نکته رو بگم، همه جوانان به فکر رفتن به دبی نباشن. آش دهنسوزی نیست. قرار نشده همه برید فقط بازاری بشید تا تاجر و سرمایه دار بشید. درس خوندن یکی از راه های سرمایه‌داری پایداره. متخصصین نفت در دنیا و کارشناسان اقتصادی در دنیا گفتن که عمر مفید نفت فقط 20 سال دیگه است. نفت دنیا تمام شده، 20 سال دیگه عمر مفید نفته. و این جنگ ها که میبینید همه رو سر نفته. چون گفتن تنها منطقه‌ای که در دنیا الان نفت دست نخورده داره دریای خزره و این طرف خلیج فارسه که هنوز داره. این 20 سال آینده مال همینجاست. در نتیجه همه لشکرکشی میکنن که این منطقه رو قبضه بکنن. یه سفری در تهران بودیم، یه سیمینار بود، بیرون آمدیم، تاکسی گرفتم که برم فرودگاه. تا توش نشستم راننده به من گفت ببخشید شرکت نفتی هستید؟ گفتم نه. گمرک؟ نه. ذهنش به همه جا میرفت، فقط به این جا نرفت که ببخشید شما معلم نیستید؟ نرفت. مردم فکر میکنن شرکت نفتی سرمایه است. ما تو بندر عباس شهرکی داریم به اسم شهرک مروارید. این زیباترین و مدرن‌ترین و مجهزترین شهرک ایرانه. شهرک مروارید تو جاده تازیان. مهندسینی که اونجا سکونت دارن امکاناتشون همه مفتی، ماه 700 تومن 1 میلیون تومن به بالا. خواهی مهندس کجا تحصیل کرده؟ چطوری مهندس شده؟ کی گچ خورده؟ همین معلمی که روز اولی که این بچه آمد سر کلاس قلم بلد نبود تو دستش بگیره. به معلم بی حرمتی میشه. ولی مهندس شرکت نفت، شرکت نفتی هستید. مهندس معلم تو روستاها در به در دنبال یه اتاقی که یه اتاق بهش بدن، یه نفرم غذای بپزه تحویلش بده. اگر اون مهندس شده ماه 1 میلیون تومن 2 میلیون تومن حقوق میده با خانه مجلل، این معلمه که سرمایه ملی است.
این معلمه که سرمایه پایداره، این معلمه که افتخار آفرینه. شما اگر درس بخونید، تحصیلات عالی داشته باشید، مال میاد در خونتون، همینجا میاد. تخصصتون برای لیسانس فکر نکنید، برای دکترا فکر بکنید. و حتی اگر میخواید برید دبی، چون بابا دبیه، چون قوم و خویشت دبیه، من یک خاطره تلخ بگم. اصلا همیشه که نمیشه خاطرات شیرین گفت، خاطرات تلخ رو بگیم و درس از این خاطرات تلخ بگیریم تا بعد از اون زندگی برای ما شیرین بشود. ما نزدیک 70 80 100 تا دانشجو بودیم که شیخ زیایی خدا رحمتش بکنه و بهشت فردوس نصیبش بکنه و قبرش و باغی از باغهای بهشت قرار بده و همه مردگان ما و شما 100 نفر فرستاد مدینه که تحصیلات عالی در دانشگاه اسلامی مدینه بکنن، به پایان برسونن و از برکات و فیوزات مدینه بهره‌مند بشن، بیان تو منطقه‌ای که خشک و بی آب و علف بوده و علم و علما کمرنگ شده بودند و مساجد فقط با 4 تا پدر سال خورده همینطوری خودش رو به زور سر و پا نگه داشته بود و خبری از عالم و حافظ و تحصیل کرده تو منطقه نبود. بالاخره 100 نفر فرستاد. خاطره تلخش اینجاست. از این 100 نفر 70 80 نفرشون لیسانسشون رو گرفتن، 20 نفر تا 30 نفر گفتن لیسانس مدینه گرفتن، 9 سال موندن اونجا. گفتن ما قوم خویش داریم تو دبی، تو شارجه، تو ابوظبی، تو کویت، تو بحرین، تو قطر. یه 3 سال 4 سال میریم اونجا، لیسانس مدینه دستشه. خدا وقتی نظرش از کسی برمیگرده، اگه لیسانس مدینه هم دستش باشه، نیتتون با خدا صاف بکنید. مدینه آدمو نمیسازه، رمضان آدمو نمیسازه. آدم باید لیاقت داشته باشه تا تو مدینه ساخته بشود. آدم باید لیاقت داشته باشد تا تو رمضان از برکات رمضان خدا نصیبش بکنه. باید از خودش چیز خوب و نیت خوب نشون بده. توکلش نباید ضعیف باشه که روزی رسان یا روزی فقط تو دبی هست که اونجا گیر آدم میاد یا تو کشورهای خارج. این 20 نفر رفتن، فکرشون این بود که ما 9 سال که بیرون بودیم درس خوندیم، حالا بزرگ شدیم بخوام بر بگردیم، همه زن گرفتن، خونه دارن، ماشین دارن، ملک دارن، مغازه دارن. ما 4 سال بریم دبی پیش قوم و خویشانمون 4 سال کار بکنیم، به اندازه پول یک خونه و زن بگیریم و یه ماشین بخریم یا مغازه داشته باشیم، برمیگردیم خدمت دین میکنیم در منطقه. این فکرشون بود و برمیگردیم خدمت دین میکنیم، چیزی که یاد گرفتیم یاد مردم میدیم. الان چند ساله؟ 4 تا 4 سال گذشته، نزدیک 20 سال الان. 5 تا 4 سال گذشته و این آقایان برنگشتن لیسانس مدینه دستشونه. 9 سال در مدینه بودن، جاهای قدم گذاشتن که رسول الله صلی الله علیه و سلم و صحابه قدم گذاشته، به فکر این که بریم اونجا به اندازه یک ماشین و یک خونه و زن بکنیم و یه درآمدی داشته باشیم، دیگه برمیگردیم ایران. وسوسه شیطانیه. خدا اینجام روزی میرسونه. کاش که الان تو دبی تاجر بودن. باور بکنیم بعضشون اونقدر ذلیل شدن که تو یک دفتری مکتبی از همشهریشون کار داره میکنه، ماه 2000 درهم که کپی گذرنامه دستشون بدن برن ویزه در بیارن برای من و تو که داریم میریم دبی، یه لیسانس مدینه. کاش که یک میلیونر شده بودن، یک تاجر خیلی قوی شده بودن که حمایت میکردن. هنوز حقوقشون ماه 2000 درهمه، ولی علمایی که آمدن اینجا خدمت کردن واقعا زندگی مادیشون هم خوب شد، حرمتشون هم حفظ شد. خدا برکت داد. از برکت شیخ زیایی رحمت الله علیه که اینا رو فرستاد، الان آمدن
قبل از انقلاب اهل سنت 4 تا مدرسه دینی داشت، الان 18 تا مدرسه دینی زیر نظر شورای بین المدارسه. قبلا کل 3 تا استان جنوبی همش طلبه ها به 200 نفر نمی رسید، الان همین امسال 2000 تا طلبه تو 18 تا مدرسه بوده، 200 تا عالم و مدرس تو این 18 تا مدرسه. و از اول انقلاب تا الان که این علما برگشتن، قبل از اون شیخ خالدی حفظه الله، شیخ فقیهی، شیخ کوهجی، آقای خطیب، آقای ضیایی که واقعا سنگ تمام گذاشت و مجدد قرن بود برای اهل سنت تو جنوب، اینها زمین سازی کردن، اونا هم از مدینه برگشتن. چه تحولی! الان شاید 5-6 هزار طلبه ما فارغ التحصیل داریم. تو قسمت خواهرها اصلا عالم نداشتیم، الان مدرسه خون 300 تا عالم زن داره. تو حفظ قرآن در 3 تا استان فقط 1 حافظ بود، اونم شیخ ضیایی در مدینه حافظ شده بود، خدا رحمتش بکنه. الان 500 تا حافظ ما داریم، فقط تو یک روستای کوشه کاروان 37 تا حافظ داره. و جالب اینجاست که این طلبه ها هر کدومشون لیسانس دولتی هم دارن، درس دولتی هم دارن میخونن. اما آمار مکتبی ها رو بگم، سال گذشته 48,000 دانش آموز تو کمیته مکتبخانه ها در 3 تا استان، 48,000 دانش آموز مدرسه دولتی تعطیل شده، تو مکتبخانه ها شرکت کردن. 4,000 تا معلم قرآن و دینی تو 3 تا استان، همه زیر نظر علما و شورای بین المدارس، از جاس گرفته تا کنگان و بوشهر و جزیره شیف و گناوه، این طرف هم تا هرمکاریون، این طرف هم برو. 3 تا استان 1 برنامه. فقط آمار جاس به شما بگم، سال گذشته 2500 تا دانش آموز بوده، شهریه ندارن پرداخت بکنن ها. فقط خیرین دارن پول شهریهشون میدن، پاشون برهنه است. خبر از کلر نیست که تو کلر بیان مکتبی. نگاه به اینجاها نکنید که خیر درست کرده فضا، که فضا داریم اضافه میاریم، فضا زیاد، دانش آموز کمه. هر اتاقی 2 تا کلر هم گذاشتن، آب سرکن هم گذاشتن. اونجا زیر سرگ، طوفان شن روان، آب جوش، پای برهنه. سال گذشته 2500 تا دانش آموز، 54 تا معلم، 80 تا پایگاه، 154 تا روستا. کل شهرستان جا 153 تا روستاست. امسال چقدر رشد بوده از سال گذشته تا امسال. الان همین چند روز پیش آمار برای من فاکس کردن، از 2500 تا دانش آموز مکتبی امسال رسیده به 4000 تا. همون پابرهنه ها نیاز به لقمه نان دارن که شکمشون سیر بکنن، ولی احساس کردن که نیاز به دین و خدا بیشتر دارن. با همون پابرهنگیشون نمردن، زندگی دارن میکنن. با همون شکم گرسنگیشون امسال 4000 نفر رسیدن. دیگه ما کم آوردیم، معلم نداشتیم، امکانات نداشتیم، وگرنه روستاهای دیگه و 6-7 تا روستا دیگه گفتن برای ما که شما صبر کنید دیگه، فعلا امکانات دیگه کفاف نمیکنه. سال گذشته 54 تا معلم، 11 تاش از خنج دخترها رفتن، دوره عالی خونده بودن، رفتن اونجا تو طوفان شن، تو زحمت قبول کردن، موندن. امسال 26 تا طلبه دوره عالی از بندر عباس و خنج و بستک رفتن. 124 تا معلم از خودشون بودن، 120 پایگاه، 4000 تا دانش آموز. به سید گفتم خب شهریه‌اش چقدر میشه؟ گفت شیخ حول و حوش 30 میلیون تومان هزینه‌اش میشه. گفتم نمیتونه شهریه ازشون بگیرید؟ گفت کی شهریه داره پرداخت بکنه؟ گفتم 500 تومان هم نمیتونی بگیرید؟ اون طرف کفش نداره، پول قرآنش نداره، چطوری من شهریه ازش بگیرم؟ ولی خدا کارسازه. این آمار یک منطقه است، چقدر رشد بوده. سوال اینجاست، سال گذشته 4000 معلم قرآن. یه سوال میخوام بکنم، شما داخلتون هست کسانی که سال گذشته معلم قرآن و دین بودن؟ هر کسی هست تبریک بهش میگم. آیا شما جزو این 4000 نفر هستید؟ یک سال
سوال دوم، آیا بچه شما جزو اون 48,000 نفر بوده؟ این 2 تا سوال. سوال سوم، اگر تو جزو معلمین، جزو این 4,000 معلم نبودید، چرا نبودید؟ بعد میگردی به من میگی که خب من قرآن بلد نبودم، من بزرگ شدم ولی کسی یادم نداده. این عذر نیست. اما سوال بعدی، یعنی هر کسی قرآن بلد نیست نمیتونه شرکت بکنه به عنوان معلم و ثواب آموزش قرآن ببره؟ چطوری؟ خب تو معلم نبودی، پولم نداشتی؟ 300,000 تومن پول نداشتی؟ 300,000 تومن بری توی یه روستای محرومی یه معلم ببرید طلبه اونجا، آقا حقوق 2 ماهت با من 300,000 تومن، تو یادی این 50 نفر قرآن بده، ثواب قرآن 50 نفر میاد تو جیبت با 300,000 تومن. همین همت هم نداشتیم؟ ولی وقتی عروسی میشه قوال و فلان و خوب دستمال بازی میکنه، خوب بسته 200,000 تومانی رو پرت میکنه تو هوا. یک عروسی اطراف میناب یک شب 30 میلیون تومن، 30 میلیون تومن میگفت پول همینجور با درهم و دلار تو هوا پرت میشد. 30 میلیون تومن برای یک شب. 30 میلیون تومن 4,000 دانش آموز قرآن میخونه. و پیامبر صلی الله علیه و سلم فرموده منزل تو در بهشت و آخرت نزد آخرین آیه است که قرآن میخونی در دنیا، آخرین آیه که تلاوت میکنی و بهش عمل میکنید، تا میتونی صداتون و نفستون با قرآن طولانی بکنید در دنیا. نفس خودت طولانی نیست، پول که دارید 10 تا معلم حقوق بده، برید تو روستاها پخش بشید، صحبت حقوق نکنید با مردم، من پرداخت میکنم. هرچند قرآن میخوان، قرآن 1 جزئی، عمه جز، 30 جز، هرچی میخوان، پول جزوه ها، جزوه سیرت، جزوه احکام، جزوه حدیث، جزوه عقیده، من پرداخت میکنم. 2 میلیون بیشتر میشه، بذار مردم بخونن. ولی آقا میاد از نمیدونم مسافرت، یکی از دوستان تعریف میکرد، میگفت تو شهر ما، شهرشون تقریبا یه دیوان نماز. متشکرم. صلوات محمدی خط بفرمایید. میگفت تو شهر ما تابستان که میشه همه میان. میگفت مردم ما 3 گروه هم، یک گروه تو شیراز زندگی میکنن، یک گروه تو هرمزگان زندگی میکنن، یک گروه تو خلیج. 4 ماه تابستان که میشه مدارس دولتی تعطیل میشه، همه با بچه هاشون میان. میگفت تو این 4 ماه هر شب 7 تا عروسی، 8 تا عروسی، بعضی شبا 10 تا عروسی، همه بزن و برقص. میگفت تو همین 4 ماه تابستان 300 تا عروسی میشه، 400 تا عروسی میشه تو شهر ما. میگفت شاید 1 یا 2 تا سالم برگزار بشه ولی مفید نه. سالم یعنی چی؟ فقط ضبط صوت و شام به مردم بدن تمام شد دیگه. نه اینکه جلسه سخنرانی مفیدی، دعوتی، امر به معروفی، نهی از منکر، این سالم ترین میشه. میگه 1 2 تا دنبال کارشون. و هر کسی با 1000 تا فرهنگ برمیگرده. میگفت 1 سال که اینا از مناطق مختلف آمده بودن، 25 تا فرهنگ غلط تو اون سال تو همون تابستان آمد تو شهر که نبود. میگه هر تابستان که برمیگردن 25 تا 30 تا فرهنگ غلطو حالا از مناطق مختلف، از شیراز و از جاهای دیگه و از با خودشون میارن. ولی خب اینم معنیش نیست که هر کسی رفت جاهای دیگه، نه، اینم یک عروسیه، اینم قوم خویشا از دبی آمدن، اینم میتونست کارهای دیگه بکنه. ولی جوان میگه اگه مراسم من اسلامی برگزار نشه، کسی نیاد اینجا، من مراسم برگزار نمی کنم. شهوت نداره؟ میگه صبر میکنم تا مراسم من اسلامی برگزار بشه، اونطوری که دلم میخواد و خدا میخواد. اینم جوانه، اینم آرزو داره. باید خدا را بخواهیم و از خدا هدایت بخواهیم و بدونیم خدا چه میخواد از ما. این آیه رو شنیدید؟ حتما شنیدید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. تا زمانی که نیت ما درسته و به خاطر خدا حرکت میکنیم. ولی این قسمت آیه رو من میخوام دوباره یک خاطره تلخ رو بگم. مثل الذین ینفقون اموالهم
کلمه انفاق میدونی چیه؟ انفاق عرب به تونل میگه نفق. عرب به تونل میگه نفق. تونل دو تا سر داره، دو تا در داره، یکی ورودی یکی خروجی. این اصطلاح قرآنی هم هست، انفاق. وجه شبهش چیه؟ وجه تشابهش با تونل چیه؟ انفاق یعنی چی؟ یعنی پول خرج کن در راه خدا. حالا چرا به تونل تشبیه شده؟ تشبیه به تونل شده که این انفاق دو تا در داره، یک درش تو جیب تاجر مسلمان، یک درش هم باز تو نیازهای جامعه هست. الکریم، تو بده تا من بدم. پس یک در تونل انفاق وصل به جیب تاجر مؤمن و به دلش و به بالا، یک درش هم تو جامعه است، تنظیم شده با کامپیوتر. تا نیاز پیدا میشه خود به خود واریز میشه، در بسته نیست. هر دوتای در تونل باز است. یه خیری خدا یارش باشه، خدا حفظش بکنه، الان داره مسافرت میره تو ترکیه، با تور رفته. از تورا به من تماس گرفت، گفت داریم میریم. به من گفت شیخ وقتی جای خیری هست شما فقط بعد به من بگی این قد سهم تو بوده من پرداخت کردم، فقط مبلغش به من بگو تا من پرداخت بکنم. یک سفر آمد منطقه، همون منطقه جاسک، همین خیلی وقت نیست تو گرما، همین بچه ها رو دید، 6 میلیون به حساب ریخت برای مکتب خونه ها. چونه نمیزنه. پس نفق، انفاق تونلی است که دو در داره، درش همیشه بازه. یکی تو جامعه اسلامی است، تو نیازهای جامعه است، یکی تو جیب مسلمان، تاجر مسلمان به دلش وصله، درش بازه، اتوماتیک تنظیم شده، تا نیاز پیدا میشه واریز میشه. مثل الذین ینفقون اموالهم، چرا نگفته مال؟ چون اموال فقط درهم و دینار نیست. خوب دقت بکنید شما چه اموالی دارید. چون تا میگفتیم، تا به کسی میگیم بابا انفاق کن، میگه بابا من پول ندارم که انفاق بکنم. فقط پوله؟ تو زبان داری یا ندارید؟ حرف خیر. پا دارید؟ ماشین دارید؟ سالن تو خونه دارید؟ چند سال پیش رفتیم پیش یک تاجری، تابستون تا تابستون میره، یه ویلایی داره تو شمال، تو تهران، تو چند جا ویلا داره. تابستون که میشه اساسیه خونش رو جمع میکنه، توی اتاق میزنه قفل، کلیدش میده دست 4 تا جوان، میگه شما شب تو خونه بخوابید دزد نیاد. دوستان رفتن پیشش گفتن جناب آقا، ای تاجر مسلمان که نماز 5 وقت تمویل نمیشه، ما مشکل مکتب خانه داریم، کلاس ها خیلی زیاده، جا کمه، خانه تو خالیه، همین 2 تا اتاقا با کولر، شما که میرید اونجا برکت بیاد تو خونت، شما که میرید اونجا هواخوری، حداقل برکت بیاد تو خونت، یه 50-60 دانش آموز قرآن بخونن، حدیث بخونن، سیرت بخونن، احکام فلان، برکت بیاد تو خونت. یه حدیث هم براش آوردن که لا تجعلوا بیوتکم قبورا، خانه هاتون چون گورستان قرار ندید. این حدیث ها پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند لا تجعلوا بیوتکم قبورا ولا تجعلوا قبر عیدا، خانه هاتون چون گورستان تاریک قرار ندید. گفتن چطوری خانه های ما تاریک میشه مثل گورستان؟ گفت با ترک تلاوت قرآن، نماز سنت و نفل، ورد، ذکر، حدیث، اگه اینا تو خانه ترک شد، خانه میشه مثل گورستان. میدونی جواب این تاجر چه بود؟ خانه خالی، اتاق خالی، کولر هم گذاشته، خودش هم میخواد بره هواخوری. میدونی برگشت جواب چی داد؟ گفت من خانم به مکتبی نمیدم. خب چرا نمیدید؟ گفت نه، من به بچه مکتبی خونم نمیدم. هر کاری کردیم. میدونی بعد چه گفت؟ گفت چون معذرت میخوام. گفت چون دستشویی پر میشه، چاه دستشویی پر میکنن. من به مکتب خونه نمیدم کلاس قرآن،
چون چاه دستشویی این پر میکنن. 20,000 تومن یه تانکر تخلیه چاه، 20,000 تومن. بعضی موقع آدم با چه تفکراتی مواجه میشه. نماز 5 وقتش هم تو مسجد ول نمیشه، حجم رفته، دستشویی پر میشه. کلید داده دست 4 تا جوان مجرد، شب که میشه فیلم نگاه میکنن. تو بعضی تابستونا کلید دادن خانه خالی دست 2 تا جوان مجرد، تو اون خانه شب نشینی کردن، شراب خوردن، 2 تا قتل صورت گرفته. بعد طرفو کشتن، 2 تا جوان همسن سال خودشونو کشتن. نفهمیدن چه کار بکنن دیگه. مزایک تو حیاتو میکنن، زیر مزایک تو پلاستیک دفن میکنن. بعد از 3 روز جسدا پیدا میشن. وقتی خانه خالی برای خدا، والله خیر حافظا و هو ارحم الراحمین، برای کلاس قرآن نمیدی، دستشویی پر میشه. باید کلید بید دست 4 تا 3 تا جوان مجرد خام، دوستان نابابشون بیارن، خونه خالیه، شراب بخورن، فیلم نگاه بکنن، همدیگر رو چاقو بزنن، همدیگر رو بکشن. خدا لیاقتت نشده، توفیق نداشتی، لیاقت نداشتی که خواند. وگرنه 60 نفر تو خونه تو قرآن بخونن، ثوابش مال تو باشه. پس مثل الذین ينفقون اموالهم، اموال اگه خانه خالی داری، تابستون سالن درست کرده، سالی 2 بار 3 بار مهمان میاد، فرش کلر، بیا 30 تا بچه، بیا به معلمت، به عالمت، به امام جمعت بگو شیخ امسال خانه ایمه فراموش نکنید و این سالن خالین، سالی 2 بار مهمان میاد. این مخصوص کلاس قرآن به درس دینی، حتما یه معلم به من بفرست، منم کمکش میکنم، آب خنکش فلان هر چی که بخوان، بذار برکت بیاد تو خونه من. دیگه چه مالی دارید؟ تو منطقه جاس ما بعضی موقع چند تا موتور لازم داریم. یه موتور CG که 3 تا طلبه دوره عالی، 3 نفر عالم سوار بشن صبح زود، یکی یکی تو روستا پیاده بکنه، بعد ظهرم جمع بکنه بیاد. 10 تا موتور لازم داشتیم. موتوری 300-400 هزار تومن. موتور داره، خریده، باباش پول فرستاده، بچه 10 ساله، میدونید چه دارم میگم، تو روستاهای شما هم هست، بچه 10 ساله موتور CG سواره، نه گواهی داره، نه کلاه ایمنی میپوشه، نه پاش درست به اون کلاشو نمیدونم گاز و فلان و نمیدونم دنده میرسه، نمیتونه کنترل بکنه، با سرعت 2 پشت 3 پشت هم سوارن تو این کوچه ها. بچه 10 ساله موتور CG خریده دستش داده، ولی میگیم یه موتور برای 3 تا عالم. روز جمعه هم هر نفر سوار میشن، تو یک نماز جمعه پایادهشون میکنه، خطبه میخونن، بعدم آخری برمیگرده زور یکی یکی رو میاره چه خونه به مدت 2 ماه. این 2 ماه تمام شد، موتور تحویلت میدیم. تمام نشد، نخواستی، موتور میمونه اونجا تو مدرسه دینی جاسک یا سریک برای سال بعدی. مثل الذین ینفقون اموالهم. پیکان قراضه دارید یا ندارید؟ زانتیا که حیفه برای کلاس قرآن. زانتیا حیفه برای کلاس قرآن. یعنی کسی شده که با زانتیاش و ماشین نمیدونم و کلاوزرش و نمیدونم فلانش معلم مکتبی برای جابجا بکنه. پیکان قراضه دارید؟ ملا مکتبی خوبه پیکان قراضه. وقتی راضی به موتورسیکلت هست، یه پیکان 5 تا معلم رو سوار میکنید. اول صبح که میری تو روستاها پیاده بکن، زور برو دنبالشون. اگه به 200 نفر قرآن یاد دادن، ثوابش مال توست، بنزینت هم مصرف نمیکنن، تو مسیرته. مثل الذین ینفقون اموالهم. کلر دست دوم دارید؟ تا الان 10-15 تا کلر همینجور چه برای اینجا، برای اونجا، برای اینجا. اون روز که آمدم بستک، 2 تا کلر یا آب سر کن، تو عوضم یا آب سر کن 1 کلر فرستادیم، لازمه. مثل الذین ینفقون اموالهم. سید عبدالله زاری زنگ زد، 1000 تا عمه جز میخوام.
رفتیم کنگلنگه بچرخ دنبال عمه جز. 1000 تا عمه جز دونه 300 تومن. هر عمه جزی 300 تومن 250 تومن. 1000 تاش همه به 200,000 تومن نمیرسه. به 300,000 تومن نمیرسه. اصلا 300,000 تومن 400-500,000 تومن. 1000 نفر عمه جز میخونه. هر حرف قرآن 10 تا حسنه. قرآن 321,000 حرفه. هر حرفی 10 حسنه. یه ختم قرآن 3,210,000 حسنه. یه ختم قرآن 3,210,000 حسنه. قرآن 30 جزئی 1500 تومن. بهترین چاپ تو تهران آماده. اول مکتب خونه که میشه سوال میکنید تو فکرت هستی یا نیستی؟ یه ختم قرآن 3,210,000 حسنه. نقد تو جیبت. ارزش داره یا نداره؟ 10 نفر تو تابستون ختم بکنن 10 تا 3 میلیون 30 میلیون حسنه. 10 تا 210,000 تومن هم حساب کن. 33 میلیون حسنه اگه 10 تا ختم بکنن. تو همین قرآنی که شما هدیه کردی، تو حقوق معلمی که شما دادی، تو کولری که شما گذاشتی، تو آب سرکنی که شما فرستادی، تو همین پیکان قراضات که در اختیار گذاشتی. بعد میگی خدا بخیله؟ طرف داره و باش صحبت میکنیم میگه اگر من جای فلانی بودم همه رو چه تحت پوشش، ولی خدا نادون به که مال عادت. باور بکنیم بعضی موقع میشنویم طرف میگه خدا نمیدونه به که مال بده، اگه به میداده چه ماکه. نه نگو خدا اگر مثل اون به من داد من کار خیر میکنم، او کار خیر نمیکنه. بگو خدایا به من توفیق کار خیر بده. نگو به من پول بده تا کار خیر بکنم، بگو توفیق کار خیر بده. خیلی ها به خدا گفتن اگه مثل فلانی به من داده بودی من کار خیر میکردم، داده نکردن. ولی بگو خدایا به من توفیق کار خیر بده. شر نیست با مال باشه، با حرف خیر. اگه خدا توفیق داد، اگه مالم نداشته باشی کار خیر میکنید. من نمیدونم تو چند مدت پیش تو این منطقه این داستان رو گفتم یا نگفتم، حالا بشنوید. اگه گفتم هم تکرارش خوبه. سید عبدالله هاشمی رو میشناسید؟ گلاری، رئیس مجمع خیرین مدرسه استان هرمزگان. این تعریف میکرد، میگه یه دریوری، یک رانندهی پیش اربابی تو دبی کار میکرده. بعد اربابش نمیدونم 2 ماه مرخصی میخواسته از ارباب، میره پیش ارباب میگه ارباب من 1-2 ماهی مرخصی میخوام برم سر بچه هام بزنم. ارباب یه مبلغی بهش میده، حقوقش یه 500,000 یه 2000 درهم هم 500,000 تومان هدیه بهش میده. اینم خرت و پرت داره بچه ها هدیه. برمیگرده یک دریور ماه 1500 1800 2000 درهم 2000 درهم هم هدیه بهش داده، خرت و پرت داره بچه ها بخر. ارباب یه لحظه فکر میکنه، به فکر فرو میره. این دریور نوکر خدام چه حرفی داره میزنه، چه درسی به ارباب داره میده که خیر کجاست، سرمایه کجاست؟ سرمایه جمع کردن پوله یا سرمایه انفاق کردن پوله؟ توفیق جمع کردن پوله یا توفیق خرج کردن پوله؟ ویل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب ان ماله اخلده كلا لينبذنه في الحطمة وما ادراك ما الحطمة نار الله المتقد ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد اثيم وكل بعد ذلك زنيم ان كان ذا مال وبنين میگه ارباب گفت خیلی ممنون، شما بفرمایید. تشکر از دریورش کرد، گفت شما بفرمایید برید تا کسی. زنگ زد نماینده فرستاد، گفت برو روستاش نگاه بکن این دریور من راست میگه یا دروغ میگه. وای من حوالش اگه دروغ میگه کنسلش میکنم. گفت ارباب تو نماینده بفرست، اگه دروغ میگم کنسلم بکن. نماینده رفت، نماینده به گریه افتاد، زنگ زد ارباب راست میگه دریوره. اگر کمکی این دوستان نکنه این سر تا مدرسه گیری رو سرش رو میریزه. دریوره راست میگه، دروغ نمیگه. گفت برآورد بکنی چقدر قیمتش مدرسه شد؟ گفتن 60 میلیون تومان. درجا پول 60 میلیون فرستاد مدرسه درست کرد.
یک دریور حرف خیر زد 60 میلیون پول گرفت. تو چی میکنه دیگه من پول ندارم؟ اگه مثل فلان میلیونر خدا به من داد من خیر میکنم. او خدا توفیق بده. یک حرف خیر تو یک دریور 60 میلیون تولید میکنه. و اینو بدونید که از این به بعد دیگه این دریور نماینده اربابه. هر میگه ارباب لعنه میگه. شما هم رفتید دبی چه کاری کردی؟ به گفته احمد خیر و وایه پول زیاده خیر هم زیاده. تو چرا حرف خیر نمیزنی؟ حالا 60 میلیون از پولش هم جدا بکنی بره پول کم میشه. هم مال خودمون هم مال همین منطقه هستن. روزی که رفتن 50 سال پیش با همین پای برهنه رفتن باور بکنید. یه تاجر مال همین منطقه شما مال منطقه صحراها تو یک روستای مسجد درست کرده بود 70-80 میلیون تومان. من برای افتتاحش رفتم بعد از مدتی همین آقا رو دیدم همین خلیل رو دیدم نزد بودمش یک جلسه تو دبی تشکر کرد که رفتی مسجد ما رو افتتاح کردی سخنرانی کردید. گفتم تو چطوری رفتی تو این روستا درست کردید؟ گفت 40 سال پیش همین ناخدا من رو به دبی آورده آمدم دینم رو ادا بکنم. اون روزی که من آورده به دبی من بی‌سواد بودم پدرم بی‌سواد بوده نان شب نداشتیم بخوریم روستایی بودیم دنبال گله بودیم. الان بلایه های من به فلک کشیده شده. من آمدم دینم نسبت به این ناخدایی که 40 سال پیش منو آورده به دبی امروز به این انواع رسیدم میخوام یه مسجد تو شهر خود درست بکنم. این دین منه. الخیر وایه خدا داده تو بده تا خدا بده. انفق علیک. پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند هر روز صبح که آفتاب طلوع میکنه یک فرشته میاد در گوش راسته. این حدیث رو من خاطر میدم و شما رو به خدا میسپارم. هر روز صبح که آفتاب طلوع میکنه 2 تا ملائکه خدا میفرسته. یکی در گوش راسته یکی در گوش چپه. ملائکه‌ای که در گوش راست میاد میگه اللهم اعط منفقا خلفا. اعط منفقا خلفا. کسی که انفاق میکنه جایگزینش بکن 700 برابر. دعای ملائکه است. پیامبر گفت صلی الله علیه و سلم این فرشته کارش اینه. اول صبح که طلوع میکنه آفتاب میاد در گوشش میخواد بره بیرون. آقا میخواد بره بیرون میگه اعط منفقا خلفا. هر چی رو کرد که من 700 تومن بیشتر جایگزینش بکن. اما دومی که اللهم اعط ممسکا اونی که دستش گرفته اللهم اعط ممسکا تلفا. اونی که دستش گرفته مال تلف بکن. دعای ملائکه است. خدا فرستادش اللهم اعط ممسکا تلفا اللهم اعط ممسکا تلفا. یه سوال و آخرین سوال آیا شنیدید تو این 3 سالتون قاضی شما پدرمون که شنیدید کسی پول خیر میداده کار خیر میکرده و شکست شده؟ شنیدید شما؟ من که نشنیدم از پدرم هم نشنیدم. ولی ما شنیدیم که فلان میلیونر شد روی پول بازی میکرده افتاد تو خط عیاشی و شرابخوری و مواد مخدر و فحشا و ظلم و ربا و شکست شد. شنیدیم یا نشنیدیم؟ چند تا تا دلت بخواه کسی از کار خیر و شکست نشده. شما جوان عزیزی میخواید برید دبی کار بکنید درس بخونید پول میاد داره کنن درس بخونید حرمت نگاه میکنید بزرگ میشید محترم میشید. همه تجار احترام ندارن. از خدا این دعا رو بکنید خدایا هر کی که صلاح دین و دنیا و آخرت ماست اون رو به ما بده. حالا مال باشه یا علم باشه یا موقعیت اجتماعی باشه یا رئیس شورا بشید یا رئیس نمیدونم یا قانوندار نماینده مجلس بشید سرپیچی میکنه. نمایندگان مجلس هم وقتی میخوان قانون بشن پیتزا به مردم میدن رای میگیرن. تو بندرعباس مدرن میشنن بلکه یادی گفتن یا فالوده و بستنی مفتیه. رو حساب کیه؟ گفتن رو حساب نماینده.
پول مالکیه، من تجار چون میخوان پروژه میگیرن. فالوده مفتی، بستنی مفتی، پیتزا مفتی. حالا این کار برای مردم میکنه. کسی که با فالوده دادن میخواد رای بگیره. ما خیلی داریم که نه نماینده مجلس هم نشدیم. داریم آقاش که کار خیر کرده. توفیق کار خیر پیدا بکنیم. از خدا بخواهید اون چیزی که صلاح دین و دنیا و آخرت مدرمونه خدا نصیبتون بکنه. تو هر قسم مقام باشید خدمتگزار خواهید شد. مجددا از حوصله همه شما تشکر میکنم. امسال انشاءالله هنوز دیر نشده. هم خودتون رو آماده بکنید برای حمایت از مکتب ها، هم حمایت از از خدا بخواهید که شما را به رمضان برسونه، رمضان رو به شما برسونه و از خدا بخواهید وقتی شما را به رمضان برسونه خدا توفیق خدمت رمضان نصیبتون بکنه و توفیق شبکت نصیبتون بکنه. از الان خانه تکونی بکنید برای این مهمان عزیز. یعنی ماه رمضان بردازید، نوروز ارزش نداره. آدم از واقعی چیزایی تو مسلمانان میبینه که ماه رمضان به اون عظمتش به اندازه نوروز و صفحه حفظی ارزش نداره. این حبیب خدا که از همه طرفش داره برکت میباره، هر فرضی 70 برابر میشه، هر سنتی معادل فرض. عبادت در یک شب قدرش معادل بیشتر از 1000 ماه، یعنی 83 سال. 1000 ماه یعنی 83 سال. یک شب معادل 83 سال دور. اوج میگیریم. شب عیدش